خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من دانیال هدایت آریایی هستم، فرزند ایران بزرگ. ما ایرانیان امروز در تخت جمشید، پایتخت بزرگ حکومت باستانی ایران، گرد هم آمده ایم. پایتختی که پادشاهان از 32 ملت مختلف اینجا گرد هم می آمدند تا عید نوروز را به پادشاهان هخامنشی تبریک بگویند. عید نوروز یعنی فردوسی و شاهنامه. عید نوروز یعنی بابک خرمدین که دست اعراب را از تجاوز به کشور دور کرد. عید نوروز یعنی آری و برزن. عید نوروز یعنی یعقوب لیث صفاری. عید نوروز یعنی بانو پوراندخت، اولین پادشاه زن ایرانی و جهان. عید نوروز یعنی بانو آرتمیس، اولین دریا سالار ایرانی. عید نوروز یعنی بزرگی تاریخ ایران. عید نوروز یعنی قهرمان‌ها و پهلوان‌های ایرانی و به افتخار این عید بزرگ ای وطن نامت شکوه‌آمیز و بالا و سترگ، جنگجویانت شهنشاهان و مردان بزرگ. کوروشت بر قلب‌ها همواره رهبر بود و هست، حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بود و هست. اولین منشور مکتوب بشر فرمان اوست، ایزدان امشاسپندان جمله پشتیبان اوست. آرشت از 10,000 آشیب بس دوفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 با سر. رخششت دیزد بلرزاند پشت عالمی، کابو گیو و فریدون هر یکی خود رستمیم. با تا هموار دنیا مهد شیران خواندد، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواندد. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم ز سر تا پای خاکت کور باد. ای وطن ایران من، ایران من، ایران من. ماشاءالله. زنده باد. آفرین زنده باشی جوان. خیلی عالی. آفرین. ماشاءالله.